حتما شنیده ای که بدون اذن خدا برگ از درخت نمیفته. این هم بدون هیچ حرفی همینطوری توی دهنها نمیفته، مگر اینکه سالیان سال برای همون حرف آزمون و خطا شده، ثابت شده، بعد ورد زبانها گشته. مثل همین حرف که بدون اذن خدا برگی از درخت نمیفته. برای همین گفتم که دیدن این ویدیو هم همینطور نبوده. قطعا خدا خواسته که تو این ویدیو رو ببینی. حتما پیغامی برات داره. تا آخر ویدیو با من باش تا خودت متوجه بشی. ما توی دنیای زندگی میکنیم که بر اساس قوانینی کار میکنه، مثل قانون انتظارها. توی زندگی منتظر هر چیزی باشی همون میاد توی زندگیت. اگر منتظر خوشبختی باشی خوشبختی، بدبختی باشی بدبختی پشت بدبختی. حتما از خیلی ها شنیدی که میگن دست به هر کاری میزنیم به بنبست میخوریم. اگر همین حرف رو تکرار کنند که تا آخر عمر هم در هیچ کاری موفق نخواهند شد. ولی اگر بی خیال بنبست ها باشند و دنبال راه حل، خدا راه حل رو خودش جلوی راه میذاره. چون انتظار موفقیت رو کشیده قطعا موفق خواهد شد. پس توی این دنیا حواست باشه بد کسی رو نخوای، چون اولین کسی که دوچارش میشه خودت هستی. چاه کن همیشه ته چاهه. نگو رابطه ها بده، نگو پول به سختی به دست میاد. بذاش منتظر این باش که خدا جفت روحیت رو توی زندگیت قرار بده. اینو به جوونا میگم که ای کاش این حرف رو خانواده ها به جوانها بگن که از خدا جفت روحی رو بخوان که همه خوبی هایی که بنده هاش داده سر راهش قرار بده. من از خیلی ها و خودم هم بهش رسیدم. هر چه از زمانی که یادم از خدا خواستم بهش رسیدم، ولو به ضررم باشه. عزیزم حواست به کلامت باشه. من خودم همیشه تک کلامم بود و هست. همیشه آدمای خوب سر راهم قرار میگیرند. خدا شاهد توی عمرم تا حالا کسی بهم خیانت نکرده، کسی بهم بدی نکرده و نارو نزده. سعی کنیم همیشه تک کلاممان این حرفا باشه. دست به خاک میزنم طلا میشه. همیشه برکت و عشق الهی توی زندگیم جاری است. پولتون رو واسه روز مبادا پس انداز نکنید، چون همون روز رو میبینید و گرفتار میشوید و از پولتون استفاده میکنید. بجاش پولت رو پس انداز کن واسه چیزهایی که دوستش داری و خیلی زود هم واسه همون چیز که دوست داشتی مصرف خواهی کرد. همیشه انتظار خوبی ها رو داشته باش. یه لحظه به قلبت رجوع کن. اگر این حرفا به دلت نشست کانالمو سابسکرایب کن که کلی آگاهی برات دارم که نیاز نخواهی داشت دوره پرهزینه تهیه کنی.